روزی عید رمضان بود. حضرت علی را نزدیکا و رفیقانش در حالت گریان دیدن. برادران، روزهای عید اصلا بینین که در چشمهای ما و شما اشک نیست، بلکه روز فرح و روز خرسندی است. وقتی که از حضرت علی برادران عزیز پرسیدند که مقصد علت گریه چیست، حضرت علی گفتند یک ماه الحمدلله رب العالمین بازم چقدر فقری که داشتم، این ماه مبارک روزه گرفتم، شب زنده داری ها کردم، قرآن را تلاوت کردم و دیگر عبادت های را انجام دادم. در خیالم این میگذرد که این زحمت های من پیش الله مهربان قبول شده باشد یا نه. زنده ها از برادران عزیز، همه ما هم بعد این قدر بیخوابی هایی که در این ماه مبارک یا خواندن از ورق های بسیار زیبای قرآن و یا از خواندن نماز تراویح، از آمدن 5 وقت به مسجد، از خاتمه این، از قبول این، باید ما هم اندیشه داشته باشیم که آیا پروردگار مهربان این را از ما و شما پذیرفته باشد یا نه؟ آیا الله مهربان روز قیامت ما را از صف روزدارانش بلند میکند یا نه؟ این اندیشه هم باید در ما و شما باشد.